سلام بچه ها، به این ویدیو خیلی خوش اومدین. من مهدی ام و اینجام تا انگلیسی رو بدون کلاس یاد بگیریم. مرسی که مثل همیشه به من انرژی میدید و حمایت میکنید. لایک و سابسکرایب یادتون نره و در آخر دوستتون دارم. بریم که داشته باشیم. قبل از اینکه شروع کنیم، خب به نظر من بهترین و ایدئال ترین راه برای یادگیری زبان انگلیسی از طریق تاکشوها، فیلم‌ها، موزیکا و محاوره‌های خود افراد نیتیو هست. به همین علت من تصمیم گرفتم که یه راه متفاوتی رو پیش بگیرم و با همدیگه وارد یه مسیری بشیم که مطمئنم ته این مسیر قطعاً برای همه ما خوشایند خواهد بود. در واقع الان شما با دیدن یک ویدیوی ساده قراره که تمرین گفتگو کردن به انگلیسی رو یاد بگیرید و می‌بینید که چطور ذهنتون به این امر کم کم عادت می‌کنه. پس حتماً در کنار این ویدیو نوت برداری داشته باشید و کلمات جدید و اصطلاحات رو یادداشت کنید. یادت نره یادداشت برداری، تمرین، تکرار و در کل استمرار کلید موفقیت رو هر زمینه‌ایه. خب حاضری؟ پس بریم که شروع کنیم. Can you see me by the way? تو این قسمت میگه که Can you see me by the way؟ راستی میگه Cause I just was wondering. یعنی چی؟ یعنی داشتم فکر میکردم که یا واسم جای سوال بود که پس اگر دیدید کسی استفاده میکنه I was wondering یعنی واسم جای سواله که داشتم فکر میکردم که Didn't you just get LASIK surgery? Didn't you just get LASIK surgery؟ منظور اینه که آیا اخیراً عمل لیزیک انجام دادی یا آیا اخیراً عمل لیزیک کردی؟ یا به اصطلاح میگن که آیا اخیراً تحت عمل قرار گرفتی، همون عمل لیزیک منظورشه. I did. How do you know that? خب جالب شد. میگه که I did. How do you know that؟ انجام دادم. تو از کجا میدونی؟ تو چطور فهمیدی؟ I know it's like you got LASIK surgery. It was just a major surgery. میگه که تو عمل لیزیک انجام دادی که یه عمل خیلی سختی هستش. Major surgery. یه عمل خیلی سخت یا حتی میتونیم بگیم یه عمل خیلی بزرگی هستش. Yeah, but I did, but I don't But you usually can see tell me people perfect. I just that. want to make sure, yeah. خب میگه که but you can see me perfectly. منو خوب میبینی؟ Perfectly یعنی منو کاملا خوب میبینی یا نه؟ خب عبارت بعدی خیلی عبارت قشنگه. میگه که I just wanna make sure. I just wanna make sure. میگه میخوام مطمئن بشم. فقط میخوام مطمئن بشم. No, it was great. I really can see very well. خب در ادامه گفتش که no, it was great. I really can see very well. یعنی چی؟ یعنی که خیلی عالی بود. خب در ادامه گفتش که I mean do they give you laughing gas or something؟ میگه منظورم اینه که آیا اونا به تو منظور laughing gas اینجا بچه اینه که گاز بیهوشی یا گاز خنده به اصطلاح. خب میگه بهت میدن یا یه همچین چیزی بهت میدن یا نه؟ They definitely give you. They definitely give یعنی قطعاً میدن، یعنی قطعاً اون قرصای قوی رو بهش میدن. Some pretty hardcore pills after you. Yeah. Some pretty hardcore pills after you. بچه اینجا منظور از hardcore pills یعنی داروهای با دوز بالا، یعنی داروهایی که شدت بالایی دارن، یا به اصطلاح یه سری قرص‌های خیلی شدید و قوی که حالا توی بازار هم وجود داره. Have a laser in your eye. What is going on? What is going on or what is going on یعنی چی شده؟ چه اتفاقی؟ You know you have things in your eyes. میگه میدونی الان یه چیزایی توی چشته؟ You know, What's happening right now? What's happening right now؟ داره چه اتفاقی میفته؟ your mom may or may not have videotaped you after surgery. Your mom may or may not have videotaped you after surgery. میگه که ممکنه که مامانت بعد از عمل جراحیت ازت فیلم گرفته باشه. بچه اینجا ویدیو تیپت در نقش فعل اومده، یعنی فیلم گرفتن. خیلی کلمه قشنگی میتونید توی اسپیکینگتون استفاده کنید. پس your mom may or may not have videotaped you after surgery and she gave us the video. یعنی اون مامانت ویدیو رو با ما شیر کرد و ویدیو رو به ما داد. جالب داره میشه. For the television? For the television? واسه تلویزیون؟ Wait, this is a world premiere. You got to check this out. اینجا میگه که this is a world premiere یعنی یه چیزی در حد لالیگای خودم. توی فارسی میگیم یعنی در حد لالیگا، یعنی خیلی خفنه. This is a world premiere. You gotta check this out. تو باید اینو به Taylor Swift post surgery. میگه این تیلور سویفت بعد از عمل جراحیه. You were like freaking out over a banana. You're like freaking out over a banana.
میگه آقا سر یه موز عصبانی شدی. Anyway, here's Taylor at home after her LASIK surgery. Anyway, here's Taylor at home after her LASIK surgery. میگه که تیلور تو خونه میبینید بعد از عمل جراحیش. Video taken by her mom. Take a look at this. It's real. It was videotaped by her mom. میگه آقا این ویدیو توسط مامانش گرفته شده. Take a look at this. This is real. میگه نگاش کنید واقعیه. جالب شد. اینجا میگه که that wasn't the one I wanted. این چیزی نبود که من میخواستم. That wasn't the one I wanted. این چیزی نبود که من میخواستم. Stop, you can't cry. Stop. You can't cry. میگه که صبر کن وایسا. گریه نکن. You can't cry. That's not supposed to be what you're doing. That's not supposed to be what you're doing. میگه این کاری نیست که باید بکنی یا کاری نیست که باید انجام بدی. That's not supposed to be what you're doing. I try to get this one. I tried to get this one. میگه من سعی کردم که اینو بگیرم. I tried to get this one. Let me get the other one for you. Let me get the other one for you. میگه وایسا یا اجازه بده که اون یکی رو واسط بیارم. و اینجا اعتراف کرد که but I was crying over a banana. در ادامه میگه که اما من داشتم گریه میکردم سر یه موز یا به خاطر یه موز و میگه که oh my gosh خدای من. Anyways, tell your mom thanks again for that. She's the best. میگه که anyways tell your mom thanks again for that. منظور that همون فیلم است. میگه راستی بازم من مامانت به خاطر اون فیلمه تشکر کن. She is the best. اون بهتر. I had 2.5 mojitos. یعنی من 2.5 لیوان موهیتو خوردم. And then the next day #drunk Taylor was like number one trending on Twitter. خیلی جالبه. میگه که و دقیقا فرداش #drunk Taylor یعنی چی؟ یعنی هشتگی که میزنن توی توییتر تیلور مست was like number one trending on Twitter. میگه که ترند اول خب این قسمت یه کلمه خیلی جذابی داره. infiltrated یعنی رخنه کردن یا نفوذ کردن. این کلمه خیلی قشنگه، حتما استفادهش کنید. I'm just impressed. میگه من فقط تحت تاثیر قرار گرفتم. I'm just impressed that you infiltrated my family. میگه من فقط تحت تاثیر این قرار گرفتم که تو به خانوادم نفوذ کردی. یعنی منظورش که چطور تو به خانوادم نفوذ کردی، تحت تاثیر اون قرار گرفته. کلمه خیلی مهمی بود. infiltrated. حتما با من تکرار کنید. I don't even know how you did that. I don't even know how you did that. حتی نمیدونم که چطور این کار انجام دادی. Nobody has my mom's number. Nobody has my mom's phone number. یعنی هیچ کی شماره مامان منو نداره. تو از کجا آوردی حالا؟ Like how did... جالب شد یه کلمه خیلی جدیدی هم داره اینجا. scoop یعنی خبر داغ. So that's a scoop. این یه خبر داغه. I'll take that scoop. یعنی من این خبر داغو بهتون میگم. Taylor Swift, everybody.